در رابطه با خوشمزه بازی دیگران یه کوچولو بگم و از این موضوع رد شیم. وقتی میخوایم با یه بچه ارتباط برقرار کنیم، یه وقتایی مثلا از یه جمله های خفنی استفاده میکنیم. مثلا اگه نیای بوست کنم دیگه خونتون نمیام. اگه به من بغل ندی، اگه بوس ندی، باباتو میزنم. یه تجربه کوچولو من در این زمینه دارم. یه آقایی میخواست با پسر من ارتباط بگیره، گفتش که اگه نیای بوست کنم باباتو میزنم. ببین دارم گوششو میبرم جلوی بچه. این کارا بچه من تا هر چند ساعتی که اون آقا رو تو اون جمع میدید میخواست یه جوری یه جایی تلافی کنه این گوش بریدنه رو. آخر سر از روی 3-4 تا پله یهو محکم اومد از پشت پای یارو زد. گفتن چرا این کارو کرده؟ وقتی ازش پرسیدم گفت اون بابای منو زده. نکنید این کارا رو جلوی بچه‌ها.